هر روز من به نزد آنها می روم که به دستگیری نیاز دارند. این کار من و انتخاب من. اپا زهرا کارمند اجتماعی متخصص است که به آدمان در حالت دشوار زندگی کمک می رساند. او قانون‌های ضروری و نظام خدمت‌رسانی را می داند، روانشناسی را هم می فهمد، می تواند راهنمایی کند. ما مشکلی ها را به جای آدمان حل نمی کنیم. ما به آنها برای یافتن راه حل مشکلاتشان کمک می کنیم. یک متخصص با تجربه می تواند راه حل را نشان دهد، هدایت کند و راهنمایی نماید. خصوصا عائله های آسیب پذیر و کودکان به دستگیری ما نیاز دارند. به آنها شخص لازم است که در گرفتن خدمت رسانی های ضروری یاری رساند تا کودکان توانند از حقوق های خود استفاده برند و دوره کودکی خود را خوشبختانه گذرانند تا اینکه در آینده در رشد کشور خود سهمگذار باشند. در کار من مهمترین چیز این برپا نمودن رابطه های با اعتماد می باشد. وقتی که کودک احساس می کند که او را گوش می کنند، می شنوند و دستگیری می کنند، همکاری حقیقی آغاز می شود. فرزندان من در مهاجرت مهنتی هستند. 3 نبیره در گردن من هم. نمیدونم در حق عدالت جان چی سخنهای نیک بگم که ما را یک دستگیری میکنه. به همه اداره مرا برد در بیمارخانه کودک مرا جراحی کرد. همین نقش کارمند اجتماعی در ما به حد مهم است. ما به همین نیاز داریم. هر باری که چهره خندان کودکان را می بینم و نتیجه کار خود را درک می کنم، مرا احساس عمیق قناعتمندی فرا می گیرد. امروز من در حیات یک عائله تغییرات مثبت به وجود آوردم و امید و باوری را بخشیدم. آیا از این چیزی الهام بخشتر وجود دارد؟